آقا ما میخواستیم بریم ویلا، پول نداشتیم. مهدی گفت بیاد بریم دهات ما، بابا بزرگم ویلا ساخته، همه چی داره. گفتیم باشه بریم. گفت فقط شما چند تا دختر بیارید. رفیقم گفت باشه من میارم. رفتیم وسط بیابون دیدیم یه ویلا ساختن، رفتیم داخل، لباسا رو عوض کردیم. یهو مهدی برگشت گفت راستی بچه‌ها بهتون گفتم اینجا جن داره. یه دخترا پشماشون ریخت، ما هم ریده بودیم. گفتیم خب داداش بیا برگردیم. میگفت نه ترسین، من گردنم دعا دارم، هیچ چی نمیشه. گفتیم باش. مهدی لاشی بازی هنر بود، تو هنرمند بودی. مهدی دیدم دختر دستشویی میخوام برن نصف با مهدی میرن، دیدم میخوام بخوابن مهدی میبرن تو اتاقشون میخوابن. مهدی دیدم استخ میخوام برن 4 تایی رفتن مهدی هم بردن جن داره. مهدی خدا لعنتت کنه. مهدی 5 تومن